تحقیقات داره نشون میده که موسیقی رپ خشونت رو بالا میبره، بیبند و باری رو بالا میبره. من اینجا یکی الان خدمتتون طبق تحقیقات عرض میکنم. میخوام بگم آیا این پیامدهاش در جامعه ما در هر حال اگر امروز ما میگیم تحقیقی انجام نشده و میگیم اصلا اثر پیامد منفی هم نداشته، آیا در نهایت ما به همونجا نمیرسیم؟ بله. عرضم حضورتون که ما سعی کردیم، من خودم همیشه همین میگم که رپ فارسی باید آمیخته با فرهنگ ایران باشه. ما که الان داریم رپ فارسی کار میکنیم سعی میکنیم که به هموطنان خودمون انرژی بدیم، بهشون بگیم که واقعا اگر یه اتفاقی افتاده، اگر توی زندگی درد داشتی، اگر مشکلات داشتی، میتونی اون دردها رو با تلاش بیشتر التیام بدی. چه کار ندارم، شاید اصلا اسم رپ فارسی رو بشه یه چیز دیگه گذاشت، شاید بتونیم اصلا اسمش رو بذاریم کلام محور. من بیشتر تلاشم اینه که با رپ فارسی به هموطن خودم بگم که بابا ما که این همه مشکلات داشتیم حتی میتونیم با موسیقی به همدیگه نشون بدیم که میتونیم قلبمون رو به همدیگه نزدیک بکنیم، میتونیم حتی من یه آهنگ جدیدی هم دارم به اسم دردیده. شروع کردم از مشکلات و درده که توی زندگیم تا الان داشتم صحبت کردن، ولی هدف من این نبود. هدف من این بود که هر کسی میتونه از دردهای خودش بگه، حرف بزنه، خودش رو خالی بکنه تا این تو دلش یه عقده نشه. این تجارب هر در نهایت همین هم در جامعه ما حالا کار ندارم، منتهی نمیشه که رپ هم در واقع به عنوان یک محصول صنعتی ارائه بشه و اون کسی هم که داره از مشکلات جامعه صحبت میکنه مثل بقیه خواننده هاست که داره شغلش رو انجام میده. این تعهدی نیست، حالا میگه امروز یه تعهدی وجود داره، در واقع در این ارائه این موسیقی بیشتر تعهد اجتماعی است، آمیخته با هنر هاست. ولی اونجا دیگه تعهد آنچنانی نیست، صرفا موسیقی برای موسیقی است، برای درآمد. این تبدیل به یک کالا میشه. این من میگم در غرب داریم خودمون شاهدشون هستیم. اون بهترین رپای غرب ثروتمندترین افراد هستن، شما بهتر میدونید. تو ایران نمیشه اتفاق میفته. ما تو ایران اولا که درآمدی از این راه نداریم. فعلا. خب نه، ببین این هنوز واسه ما الان واسه چی اینجا هستیم؟ واسه اینکه رپ فارسی رو به عنوان یه سبک توی ایران ثابت بکنیم. بگیم میتونیم، یعنی واقعا رپ فارسی میتونه به عنوان یه سبک باشه توی ایران. ما الان واسه همین اینجا هستیم که اینو ثابت بکنیم. حالا به نظر من اگه موسیقی بتونه قلب‌ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه و به شنونده بگه که میتونیم آینده رو درست بکنیم، خب چرا نباشه؟ من چند تا آهنگ بالاخره مثل آهنگ باید بتونی، مثل به امید ایران، مثل خب خیلی آهنگای دیگه‌ای که کار کرده بودم جوابایی ازشون گرفتم که بعد اینو یه وظیفه دیدم که بخوام واسه ایرانی‌ها بخونم. اینو واسه خودم یه وظیفه دیدم، به خاطر اینکه وقتی که مثلا من آهنگ باید بتونیمو خوندم یه امیدی بود که به شنونده میداد و ایرانی و آهنگ فارسیه، یه امیدی بود که به شنونده میداد و خیلی ها بودن که به بن‌بستایی رسیده بودن و واقعا حالا از طریق ایمیل، از طریق تلفن، رو در رو می‌دیدن که میگفتن به من که ما چقدر از این آهنگ نتیجه گرفتیم و وقتی که من این چیزا رو می‌دیدم آره این واسه منم یه ارزم موضوعی تفریح، این واسه منم یه بالاخره من کار می‌کردم، در کنار کارم هم بالاخره اینم وجود داشت، ولی بعد از اون دیدم این می‌تونه یه وظیفه باشه واسه من. گفتن با توجه به قدمت موسیقی پارسی و با توجه به اینکه موسیقی رپ کلام محور می باشد، آیا فحاشی‌های موجود در کلام رپ در این حوزه گنجانده می شود؟ این در رابطه با همون سوال قبلی که در حوزه ادب فارسی در واقع بود. جوابش هم دادیم. با توجه به اینکه شهرت همیشه بسیار وسوسه انگیزتر از ثروت بوده و صحبت از درد و بدبختی همیشه بسیار ساده و توجه انگیز است، موسیقی رپ نمیتواند ساده ترین روش برای به شهرت رسیدن انسان‌های با جایگاه‌های نه چندان والا باشد. نظرتون؟ من خودم به شخص زندگی که داشتم خیلی سخت بوده و میدونم که فقط من نیستم که این سختی‌ها رو داشتم. خیلی از کسانی که همینجا نشستن همین دردا رو داشتن، همین مشکلات رو داشتن و
مشکل اینجاست که همه دوست دارن با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگردن. اینه که حالا بالاخره هر کسی واسه رسیدن به جایگاه خودش تلاش میکنه. منم تلاشم اینه که با این سبک خودم رو به جامعه نشون بدم. من همیشه سعی نکردم از مشکلات خودم و حالا از دردام صحبت بکنم، از مشکلات جامعه بیشتر صحبت کردم. من راجع به کسانی که قاچاق مواد مخدر میکنن صحبت کردم. خب خودم که معتاد نیستم. راجع به کسانی که اعتیاد دارن صحبت میکنم. راجع به یه بچه‌ای که 2 روزشه وارد این دنیا شده صحبت میکنم. راجع به ناموس ایران صحبت میکنم. فقط تلاش من این نیست که حالا بخوام از مشکلاتی که خودم داشتم حرف بزنم. آره، آدم از مشکلات خودش صحبت میکنه ولی در خلال آهنگایی که داره. رپرهای فارسی اومدن میگن ما عقده داریم ولی باهاش کنار میایم. این خیلی مهمه. خواهش میکنم از این دیدم نگاه کنید و فکر میکنم یک تیکه از موسیقی آقای بختیاری آماده باشه که بشنوید. گوش بده تو بگم به تو نیتمو، دارن از بین میبرن هویتمو، خاک سرزمین آریایی برای فریاد میزنه تا ما بیایی. پس حالا وقتشه بشنوی که ایران وطن من همون کشوری که بعد 7000 سال نتیجه چی بوده؟ بفرمایید خانم. میکروفون بهشون بده. خسته نباشید. میگم من یه کاری روی موسیقی پاپ انجام دادم، روی اون ترانه‌ای که در مورد سیدی رو بشکن خونده بودین برای زهرا امیر ابراهیمی، اون سیدی که پخش شده بود و دولت سعی می‌کرد که مردم رو از اینکه این سیدی رو توزیع بکنن که تماشا بکنن منع می‌کرد به واسطه همه رسانه‌های جمعی و اصلا موفق نمی‌شد، چون بیشتر مردم تحریک می‌شدن، سیدی رو تهیه می‌کردن. چون که ترانه‌ای در این زمینه خونده شد و آخرش میگفت سیدی رو بشکن و یه جوری من بررسی کردم که اومد با هویت‌های جوانا بحث، یعنی اونها تحریک کرد و اونا معمولا سیدی رو میشکستن. یه مصاحبه‌ای با خیلیاشون انجام میدادم، اونا معتقد بودن که وقتی این ترانه شما رو شنیدن، حالا خیلی‌ها ندیده بودن و شکسته بودن و خیلی‌ها هم دیده بودن اما بالاخره شکسته بودن و از توزیعش جلوگیری کرده بودن. و من اونجا به این نتیجه رسیدم که این ترانه‌های پاپ و ترانه‌های وزن رپ میتونن موفق باشن روی کارکت‌های اجتماعی که تاثیر داشته باشن و شاید اون نتایجی که شما عرض کردین بیان فرمودین در مورد که توی آمریکا انجام شده بود در کشور ما زیاد مناسب نباشه و شاید توی اون تحقیقات هم باید بررسی کرد که چه متغیرهایی در نظر گرفته شده، چون این ترانه‌ها میتونن تاثیرگذار باشن همونطور که توی این یک مورد خاص و موردهای بعضا مشابه تاثیرگذار بودن. و نقدی که اجازه میخوام بیان بکنم که این جلسه زیاد مشخص نیست که یک آسیب شناسی یک مصاحبه است با این ترانه‌ها، یعنی که ایشون چقدر تحقیق انجام دادن در این زمینه که الان پشت میز محاکمه انگار قرار گرفتن و باید پاسخگوی همه سوالات باشن. حالا آقای خدمتتون عرض بکنم فکر نکنید که من مخالف موسیقی رپ هستم. مثل اینکه موسیقی‌های پنهان خیلی طرفدار داره. میدونی یه حرفایی هست